علم شخصی هستم و توی ویدیو با هم می‌خوایم بررسی کنیم که ببینیم تلفن همراه چه تاثیرات منفی بر روی انسان‌ها داره. لطفا قبل از اینکه ادامه ویدیو ببینید کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید که من به صورت روزانه ویدیویی در رابطه با علوم مختلف پزشکی در این کانال منتشر می‌کنم. وسایل هوشمند سلامتی ما رو به خطر می‌اندازن اگر از اونها درست استفاده نکنیم به علت وجود امواج الکترومغناطیس در اونها. وسایل هوشمند مثل موبایل، تلویزیون و هر چیزی که صفحه نمایش داشته باشه باعث میشه قدرت بینایی ما کاهش پیدا کنه اگر از اونها درست استفاده نکنیم. اگر به مدت طولانی مدت به این صفحه نمایش‌ها خیره بشیم باعث میشه ماهیچه‌های چشم ما درد بگیره و دچار خستگی بشه و اگر این خستگی مداوم باشه باعث این میشه که چشم ما ضعیف بشه و یا حتی در بعضی موارد به کوری هم میرسه. یکی دیگه از تاثیرات منفیش مشکلات عصبی هست، چه در کودکان، نوجوانان یا حتی بزرگسالان. وقتی که شما غرق بازی کامپیوتری میشین در این حالی که احساس خوشایندی در شما ایجاد میکنه و دارین خیلی باحال هستش، در این حال داره صدماتی هم به شما وارد میکنه اگر بیشتر از حد بازی کنیم. پس باید همیشه یک حدی رو قرار بدیم که از اون حد بیشتر انجامش ندیم. این مشکلات عصبی به صورت‌های مختلف میتونه بروز داده بشه، اینکه پرخاشگری‌ها یا روابط اجتماعیمون کم بشه و یا گوشه‌گیر بشیم و خیلی چیزای دیگه. تاثیر منفی دیگه‌اش مثل سرطان مغز. امواج الکترومغناطیس وقتی محدوده دورش هست مثل بافت زنده شروع به گرم کردن اون میکنه. همینطور که میدونید وقتی سر شما روبروی گوشی قرار بگیره یا بازی کامپیوتری و یا هر دسکتاپی روبروی سر شما قرار بگیره امواج الکترومغناطیس باعث گرم کردن بافت زنده مغزتون میشه. بعضی از شرایط اگه رعایت نکنیم باعث سرطان مغزی هم میشه. چند تا تاثیرات منفی دیگه اون ضعیف شدن حافظه، یعنی وقتی که شما میخواید برین جایی خریدی بکنید دیگه به خودتون زحمت نمیدین حفظ کنین چی می‌خواستین بخرین و راحت توی گوشیتون می‌نویسین و میرین خریدتون می‌کنین و باعث میشه که حافظه شما ضعیف بشه. و یکی دیگه که توی مشکلات عصبی گفتم باعث میشه روابط اجتماعی ما کاهش پیدا کنه. و جنبندی آخر مواظب امواج الکترومغناطیس باشیم. هر چی می‌کشیم از دست امواج الکترومغناطیس ها هستش. ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید که به رشد من خیلی کمک می‌کنید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. همیشه جوی علم باشید. ممنون میشم که ویدیو بعدی رو از کانال ما مشاهده کنید. ویدیوی سمت راستی در رابطه با این هستش که چگونه میتونیم ریه خودمون رو در این اوضاع کرونا تقویت کنیم و ویدیوی سمت چپی آخرین ویدیویی که ما در این کانال منتشر کردیم. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.